шахсе ки ятим аст садақаи вай қабул мешавад? илтимос пурра ҷавоб диҳед ба саволам. یتیم وقتی که انسان ها کلمه یتیم رو میشنوند فکر میکنند که کمبغل است همه وقت نمیشد. یتیم غالبا بله شخصی که یتیم است. یتیم کیست؟ یتیم شخصی که پدرش از دنیا گذشته است حالان که او به بلاغت نرسیده است اما مادرش زنده. اما اگر پدر زنده باشد و مادرش گذشته باشد یتیم حساب نمیشد. پدرش زنده باشد، پدرش زنده باشد و از مادرش جدا، پدرش زنده باشد و پدرش در دیگر کشور به این فرزند نگاه نکند اما یتیم حساب نمیشد. یتیم آن کودکی که پدرش در حالت نابالغیش از دنیا گذشته است. وقتی که به سن بلاغت که رسید الکی از یتیمی میبراید. یتیم میشود یتیمی پولدار، از پدرش میراث عظیم گرفته است. برای چی قبول نمیشد صدقه وی؟ قبول میشد. صدقه را باید صدقه دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک شخصی که به یتیم ها نگاه میکرد ولی و یتیم بود، یعنی نگاه و بین کننده یتیم بود، گفتن که مال این یتیم ها رو به تجارت دور گردش ده، گفتن تجارت کن با این مال ها تا اینکه زکات خورده تمام نکند. گفتن حتی به مال یتیم زکات واجب میشد، برای اینکه زکات بنابر قول صحیح به دیوانه و کودک هم زکات واجب است، چون که زکات حقی مال است، حقی بدن نه. بله دیوانه عقل ندارد که نماز خواند، لیکن مالی که در خزینه دیوانه هست وای باید به حق مسکین و حق فقیرها داده شود تا اینکه به مالش الله تعالی برکت دهد. بنابراین که مال یتیم ها را سبزان، یعنی تجارت کن با این مال ها که مالاش زیاد شود تا اینکه زکات خورده تمام نکند. هر سال زکات دادن میگیرد و وقتی که کودک به بلاغت میرسد بعد مال کم نشود.